سلام به شما. امروز قراره یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به ذهن دو تا قاتل سریالی با دنیاهای کاملا متفاوت. دنیس ریدر، همون BTK و ریچارد چیس. سلام. و منابعمونم متناییه که خود این افراد از خودشون و کاراشون گفتن. دقیقاً. میخوایم ببینیم اینا چطوری خودشون رو میدیدن، قربانیانشون و اصلا جایگاهشون تو این دنیا چی بوده. آماده اید برای این بررسی؟ و نکته جالب میدونید همین تضاد وحشتناکه. چطور دو نفر که همچین کارهای هولناکی کردن میتونن انقدر نگاهاشون، انگیزه هاشون، توجیه هاشون با هم فرق داشته باشه. آره، این واقعا چیزای زیادی رو درباره روان آدم نشون میده. خیلی زیاد. خب بیاین از اینجا شروع کنیم که اصلا خودشون رو چی فرض میکردن. ریدر مثلا خودش رو یه جورایی مثل یه قاضی میدیده. یه قاضی یعنی چی؟ یعنی کسی که فکر میکرده داره نظم رو برقرار میکنه اونجایی که به نظرش قانون شکسته خورده. خیلی هم حساب شده و با برنامه. کاملا. اونا قربانی نبودن، اونا نمونه بودن. یه جور هشدار به بقیه. عجیبه این نگاه حساب شده، ولی در مقابل چیس اصلاً و ابداً خودش رو قاضی نمیدیده. نه اصلاً. اون میگه من فقط یه وسیله بودم، یه لوله که ازش یه نیاز عبور میکرد. انگار که اصلاً هیچ کنترلی، هیچ اختیاری نداشته. یه جور حس بی اختیاری مطلق، ترسناکه. دقیقاً، صرفاً تحت فشار یه چیز درونی بوده. و خب این تو انگیزه هاشون هم خیلی واضحه. ریدر ادعا میکنه حتی اگه هیچ کس هم نمیفهمید باز کارش رو میکرد. چون به قول خودش نظم نیاز به دیده شدن نداره. آره، هرچند قبولم داره که فرستادن نامه ها و اون اسم BTK بخشی از یه پروژه بوده. یه پروژه برای هشدار دادن، درسته. نه فقط شهرت طلبی شاید. یه جور تاثیرگذاری کنترل شده انگار میخواسته. همینطوره. اما چیس؟ برای چیس راستش دیده شدن یا نشدن اصلاً اهمیتی نداشته. هیچی. اصلاً؟ نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. کسی نمیدید، مهم نبود. همه حرفاش حول و حوش تاریکیه، صداهاییه که میگه مجبورش میکردن. انگار کاملاً غرق در یه جنون آنی بوده. یه جنون آنی و یه نیاز خیلی قوی درونی، بدون هیچ پیامی، بدون هیچ پروژه‌ای برای دنیا. و نگاهشون به قربانیان اینجا دیگه واقعا تکان دهنده است. ریدر میگه قربانیاش رو دقیق مطالعه میکرده، مثل یه شکارچی که شکارش رو میشناسه. ولی بدون هیچ احساسی. هیچ احساسی، چون میگه احساسات دشمن کارایی‌ان. قربانی‌ها براش فقط ابزار بودن. ابزاری برای اون نظم کذایی که تو ذهنش بود، یه جور غیر انسانی کردن هدفمند. دقیقاً. اما چیس ببین حتی از این هم فراتره. اون میگه تو اون لحظات قربانی‌ها اصلاً آدم نبودن. آدم نبودن؟ نه، میگه بدن بودن. منبع، خون، گرما، همین. هیچ خاطره‌ای هم از چهره‌هاشون نداره، چون براش معنایی نداشتن. انگار کاملاً از واقعیت جدا بوده. و تکان دهنده تر این که میگه حتی خودش رو همون موقع‌ها آدم نمیدیده. این دیگه یه فروپاشی کامل هویته. خیلی وحشتناکه. حالا وقتی ازشون میپرسن چه تأثیری رو دنیا گذاشتن، جوابشون باز زمین تا آسمونه. آره. ریدر با یه جور یه غرور تاریک البته، میگه دنیا رو هوشیارتر و واقعی‌تر کرده. انگار یه پیامی داشته. آره. فکر میکنه پیامش این بوده که بی تفاوت نباشید، هیچ کس در امان نیست. داره سعی میکنه یه معنای اجتماعی بده به جنایتاش. ولی چیس چی؟ چیس پوچی مطلق. میگه هیچ فرقی ایجاد نکرده. هیچی. انگار بود و نبودش یکی بوده. من فقط یه لکته بودم روی یه دیوار که خودش پر از خون بود. وجودش رو توی دنیایی که از قبل داغون میدیده بی اثر میدونه. نه معنایی نه تأثیری، هیچی. و میرسیم به بحث پشیمونی یا ترس از مرگ. ریدر نگران میراثشه. میراث BTK؟ آره، اینکه اسم BTK فراموش نشه. اینکه اون درس که فکر میکنه داده گرفته بشه. پشیمون نیست چون کاراش به قول خودش از روی نظم و انتخاب بوده. پس به اون روایت خودش چسبیده. شاید ترسش از فراموش شدن بیشتر تا خود مرگ. احتمالاً. چیس فقط انتظار خلا رو داره. یه صدای سفید. نه پشیمونی، نه ترس، هیچی. مرگ رو انگار حتی راحت تر از زندگی میدونه. حتی میپرسه چرا اینقدر طول کشید؟ انگار مرگ براش یه جور رهایی، پایان رنج. کاملاً. و سوال آخر که خیلی هم مهمه. اگه میتونستن برگردن عقب و همه چیز رو پاک کنن، حتی وجود خودشون رو،
جواب ریدر چیه؟ قاطع و محکم میگه باز همون راه رو میرفت. فقط دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر. یعنی هیچ پشیمونی، باور نکردنیه؟ انگار معتقد برای همین ساخته شده. ولی چیز آرزو میکنه کاش هیچ وقت وجود نداشت. اصلاً؟ کاش هیچی نبود. من یه اشتباه بودم. اون دنبال پاک شدن کامله. ناپدید شدن از هستی. فقط نبودن؟ دقیقاً فقط نبودن. واقعاً حیرت انگیز این تضاد، نه؟ خیلی. از یه طرف ریدر با اون وسواس نظم، اون کنترل، اون تلاش برای معنا دادن به وحشت، و از طرف دیگه که نماد آشفتگی، بی اختیاری کامل، پوچی مطلق. همینطوره. و این واقعا آدمو به فکر فرو میبره. یعنی شرارت میتونه هم یه انتخاب حساب شده باشه، یه جور منطق بیمارگونه، و هم یه فروپاشی کامل روانی که هیچ کنترلی روش نیست. سوال خوبیه. و برای شما که اینها رو شنیدید، کدوم جنبه به نظرتون هولناک‌تره؟ اون نظمی که خیلی سیستماتیک به وحشت میرسه، یا اون آشفتگی که اصلا مفهوم انسانیت رو توی یه نفر محو میکنه؟ این سوالیه که شاید بعد از شنیدن این دیدگاه‌ها ارزش فکر کردن داشته باشه.